گند افغانی ما مخصوص عروسا می باشه. گند افغانی کاملا طرح بیخی جدید است، دنباله‌دار است و نفرای همراه معمولا استفاده نمیکنند چون مخصوص عروسا است. بله. چون دامنش کلان است، دنباله‌دار و اینی هم کوزش است، سیت مکمل به حساب هیچ چیز نیاز نیست که دیگه ضرورت داشته باشه. بله. و این هم واسکت داماد است. واسکت داماد چیزی که در خود پیران کار شده، در واسکت هم تماشا کرده میتونید. خب خودتان دیدین همتون عزیز مخصوص خود عروساست دیگه، کسا از این استفاده نمیتونن، فقط مخصوص خود عروساست و همچنان کوزش شما میبینین به تصویر و همچنان مخصوص خود داماد هستن، یا خودتان به تصویر میبینین بیشتر. و همچنان استاد اگه پیش بریم به معرفی بگیرین گندای دیگر را به نظر استاد اینا فرمایشی است که تزیینش کردین. فعلا کار سر جریان داره، تکمیل نشده. در چند جوره فرمایش گرفته بودیم به یک دیزاین، رنگ‌های مختلف. کارش دیگه در جریان است. خب اینا مخصوص عروساست یا نه هر کس میتونه چیکونه استفادهش کنه؟ به نفرای عام است، هر کس میتونه که استفاده کنه. خودتان میتونید به تصویر ببینید چون کار یخنش هم کمی مانده دیگه. پشت سرش هم شما خودتان میبینید به تصویر. کارش تکمیل نشده دیگه، کارش در جریان است. بله. استاد خیلی بتونین رنگ سرخ گند افغانی را به معرفی بگیرن به دوستا. رنگ سرخ هم یکی از پیرانای عروسانه است اما بدون دنباله و این دیزاین ما را میتونه باز نفرای امرام استفاده کنه. هم عروسا. درست. کسی که دامن خردتر کار داره، این پیران ما برشان مناسب تر است. و این در رنگ‌های مختلف است، هر رنگ که خواسته باشن آماده است. بله. دوستا خودتان به تصویر دیدین؟ دوستا خودتان به تصویر دیدین، میتونین از همه میتونن استفاده کنن، نه تنها عروس خانم ها میتونن، همه خانم ها میتونن استفاده کنن و همچنان اونجا واسکتشان هم هست برای آقایان. استاد میتونین اینا رو به معرفی خودتان بگیرین. این پیران هم مدل سال است که همین سال طرح شد با دیزاین های مختلف، با رنگ های مختلف، رنگ آموزی مختلف. تکیش البته مکمل کار شیشه است، شیشه کاری شده و چرمش هم چرمه به حساب کامپیوتری تیار است، چیز دستی نیست، چرمه ایندی است و یخنش کلان کار دست است. بینمی دیزاین ما طرح کردیم اما نفرای همراه استفاده زیاتر میکنن. بله. دوستان خودتان دیدین به تصویر میتونین همتون استفاده کنین و همچنان دیزاین های بسیار عالی داره، شیشه کاری است و همچنان میتونین فرمایش بدین، اینجا میتونه خود واسه برای شما فرمایش تنظیم کنه و برای شما درست کنه و همچنان استاد اگه بتونین را به معرفی بگیرین. بعضی از مشتریای ما گند کوتاه میخواین که همراه با تنبان و چادر یا سیت مکمل باشه. این پیران ما به طور کوتاه آماده شده، طرح شده، به رنگ‌های مختلف و دیزاین‌های مختلف موجود است. بسیار عالی استاد. و همچنان تکیش تکی بنارس است، یخنش کار دست است، چرمش هم عین چرمی از دیگه پیران ما و کامپیوتری. استاد عزیز خودتان دیدن که استاد به معرفی گرفتن گند افغانی را و همچنان در حال حاضر می‌خوایم از استاد که گندم به معرفی بگیره. گنده که در تصویر دارین به رنگ زنگالی، تکه اوچکان و بخمل اصلی است. کلان دیزاینش کوچیانه دیزاین شده، زریدوزی و چرمدوزی کلان کار دست است. یخن یا هیچ چیز در کامپیوتری کار نشده، مکمل کار دست است، از کلاهش گرفته تا نوک دامنش. دیزاین مکمل کوچی است. دوستان خودتان میبینین به تصویر گند افغانی کوچی است، به تصویر میبینین کلش کار دست است، همش هیچ کدامش ماشینی نیست، به تصویر خودتان میبینین. و همچنان استاد اگر بتونیم این طرف هم به معرفی بگیریم برای دوستا خودتان به تصویر میبینید رنگ و شیپش بسیار عالی است، استاد به معرفی بگیرش. همچنان این پیران ما که است به تکه گل بخمل آماده شده، چرمه کار دست است، یا یکی از دیزاین های گند کوچی می باشه. بله. استاد به معرفی گرفت گند کوچی است، مختلف میشه که تولید شود. همچنان استاد این واسکتی که اینجا هست اگر به معرفی بگیرید. واسکت هم همچنان یکی از دیزاین های کاملا نو است که چرمه دست است، به دو رنگ کار شده، کلان کار دست است. یک دیزاین بیخی مدل جدید است.